معرفی 5 تا از تخمی ترین بازی‌های ترسناک موبایل که شب نمیذاره بخوابی. یو چطورین رفقا؟ خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه که توش قرار رسما دهنمون صاف بشه. آقا من نمیدونم چه مرضیه، ولی بازم رفتم گشتم چند تا بازی پیدا کردم که اصلا یه چیز تخمی تخیلی ترسناکه. امروز قراره 5 تا از تخمی ترین، رو مخترین و زهره ترک ترین بازی‌های ترسناک موبایل رو بهتون معرفی کنم. بازیایی که معلومه سازنده هاشون یه سری آدمای مریض بودن که نشستن گفتن چطوری ملت رو اذیت کنیم. پس اگه آماده این پشمامون با هم بریزه تا ته این ویدیو با من همراه باشین. خب بریم سراغ لیست بازی‌های امروزمون. آقا بازی اول آیز. داستان چیه؟ تو نقش یه آدم فضول و بدبختی که شبونه میری تو یه خونه متروکه، حالا یا بیمارستان یا یه خونه، فرقی نداره، همش داغونه، که کیسه پول بدزدی. یعنی از همون اول شروع بازی همه چی کثیفه. اما خب تنها نیستی، یه کله شناور با یه سری دل و روده آویزون به اسم کراسو یا هر انتر دیگه ای میفته دنبالت. این موجود پدر سگ همه جای خونه رو میگرده، تو هم که هیچ صدا ملاحی نداری، فقط باید فرار کنی یا قایم شی. گیم پلی بازی هم اینجوریه که تو از چشم استفاده کنی اون هیولا رو میبینی. تنها چیزی که داری یه سری چشم جادوییه که روی دیواراست. اینا رو که برداری میتونی چند ثانیه این آشغال رو ببینی که کجاست، ولی خود همینم ترسناکه. یهو میبینی داره میاد سمتت و تو باید مثل سگ بدوی. بازی به شدت رو مخه، استرس زاست، یعنی عالیه، میرینی تو خودت. این بازی هم رایگانه و میتونی از گوگل پلی و اپ استور دانلودش کنی. بازی دوم گرنی. دومیش گرنی سلطان بازی‌های رو مخ موبایل. یعنی این ننه از 100 تا هیولا بدتره. داستان اینه که تو خونه این پیرزن دیوس حبس شدی، فقط 5 روز وقت داری فرار کنی. اما مشکل چیه؟ این مادر بزرگ مهربون گوشاش مثل رادار هواپیماست. یه گلدون از دستت بیفته، یه تخته جیر کنه، حتی اگه یه عطسه کنی تمومه. 2 ثانیه بعد با اون چوب بیسبال تخمیش بالا سرت و خلاص. یه روز رو از دست دادی و بازی از نو شروع میشه. گیم پلی بازی هم اینجوریه که تو دنبال سیمچین و کلید باید بگردی. باید کل خونه رو بگردی، معما حل کنی، سیمچین پیدا کنی، کلید پیدا کنی، تازه بتونی یه قفل رو باز کنی. یعنی هم باید حواست به این عجوزه باشه، هم معما حل کنی. رسما دهنت سرویسه. هر کی اینو تا آخر رفته به نظرم باید بهش جایزه خایه پیکنیکی رو بهش بدن. خب این بازی هم فریه و میتونی از استورای معتبر دانلودش کنی. خب رسیدیم به بازی سوم، The Baby in Yellow. گیم پلی این بازی نوزاد زرد. این یکی اولش خیلی گوگولیه، نوزاد زرد. با خودت میگی خب پرستار بچه‌ام، پوشک عوض میکنم، شیر میدم، میذارمش تو تختش. چه بازی آروم و کیوتی. تا اینکه میبینی این بچه یه حرومزاده واقعیه. یهو غیبش میزنه، میبینی رو سقف چسبیده، چشماش قرمز میشه، کارهای جنگیری میکنه، وسایل خونه رو پرت میکنه. تو باید هم کاراتو انجام بدی، مثلا پوشک این دیوس رو عوض کنی، هم حواست باشه که خودت پوشک لازم نشی. این بازی قشنگ با روان آدم بازی میکنه. از یه شبیه ساز پرستاری تبدیل میشه به یه جهنم خالص. خیلی ایده خفنی داره. این بازی هم رایگانه و دوباره میتونی از استورهای مختلف دانلودش کنی. راستی لینک تمام این بازی‌ها رو تو دیسکریپشن گذاشتم، خیلی راحت میتونید برین دانلودشون کنید. بازی چهارمم جف د کیلر. این یکی دیگه اسطوره کریپیای اینترنته. جف قاتل. قیافه تخمیش اگه ببینی پشمات میریزه، میفهمی با یه موجود نرمال طرف نیستی. اینم یه چیز تو مایه‌های گرنیه. اینم به شدت به صدا حساسه، باید یواشکی حرکت کنی، قایم شی. ولی فرقش اینه که تو این بازی یکم داستان هم دستگیرت میشه، میفهمی اصلا چرا اینجایی و داستان این جف چیه. فضا سازیش خیلی سنگینه و اون قیافه سفیدش که یهو از تاریکی میزنه بیرون واقعا آدمو زهره ترک میکنه. یعنی میرینی تو خودت. این بازی هم رایگانه و میتونین از استورای معتبر دانلودش کنین. پنجمین بازی و آخرین بازی اسکریم منشن. آخری هم امارت ترسناک. اینم خیلی شبیه گرنیه ولی به نظرم یه لول بالاتره. تو نقش یه پستچی بدبخت میری بسته بدی،
یهو یه دکتر روانی به اسم جیسون کلاق میگیرتت. یعنی شانس در حد لالیگا. گیم پلی بازی هم حل معماه. این یارو از گرنی هم باهوش‌تره و خیلی پدرسگه. خونش پر از سله و معماهای پیچیده است. یعنی فقط فرار و قایم شدن نیست، باید قشنگ مغزتو به کار بندازی، باید پازل حل کنی، وسیله پیدا کنی. دکترا هم مثل سگ دنبالت. یه بازی خوش ساخت و دهن سرویس کن برای اونایی که هم ترس میخوان هم چالش فکری. و بازم مثل قبل این بازی رایگانه و میتونی از استورهای معتبر دانلودش کنی. خب رفقا، اینم از 5 تا بازی که رسما برای آزار و اذیت ما ساخته شدن. یکی از یکی رو مختر. بعضیاشون مثل گرنی و جف رو صدا به شدت حساسن. بعضیا مثل این بچه زرده رسما روانی‌ان. بعضیا مثل امارت ترسناک مغزتون رو به چالش میکشن. حالا شما تو کامنت ها بهم بگین کدوم یکی از اینا رو بازی کردین؟ ترسناک ترین بازی موبایلی که شما تجربه کردین چی بوده؟ و مهمتر از همه، اگه دوست دارین گیم پلی کامل یکی از این بازی‌های دهن سرویس کن رو برم و رسما جر بخورم، حتما تو کامنت ها بهم بگین کدوم یکی رو اول برم. اگه بازی تخمی دیگه ای میشناسین که جاش تو این لیست خالی بود، حتما اسمشو بنویسید که بریم سراغش و با هم دهنمون سرویس شه. لایک و سابسکرایب یادتون نره که خیلی بهم انرژی میده. دمتون گرم، تا ویدیوی بعدی، فعلا.